سوال دیگه همی که کدام گرانیسا میبره میاره شما در چند روز میبره میاره؟ گرانیسا حوزیه دامی گرانیسا ساگارچی میبریم оренбургской область. دونیم روز میکشه نه که برادرها شما 3 روزه جواب بگیرین. اکثریتتون مثال گپ کار میکنید در تایید یگان برگردی یگان فیرما های باید از سود روزه را میگیرید میان مثال گپ میشنن یا اکثریت چیزایی که ای کار سرتون میکنن با همین خاطر برادرها 3 روزه راسود بگیرین و روی سفر دو بروین. خوب در گرانیسا داره. خب سوال دیگه همی که در گرانیسا با رجیستراسیای امینه چقدر بگذرن؟ خب در گرانیسا حاجی دخالت نداره، فقط پاسپورت میگراسیونی تمام، رجیستراسیا پیکسز یو دخالت ندارن. پاتین ماتین یو فقط در روحان تمام. فقط ریسیبر 100 میلیون پول گذرانده میشه و اکراسی مسئله پول نگی ما پول قرضویم. موی سر در جوش هست موندی در آغوز میت. خوب چی با پرا نخوندی؟ چی با پرا نخوندی؟ گاری دیگه گده گفته او گفته خیلی شما روی میکنم ای بابا جون شوریده هیچی نفهمیدم برادر بخشش. سلام علیکم. من زگران پاسپورت 1 سال شد پاسپورت گرفتن ما گرانیتسا نگذاشتم چی میشود؟ رفته آمده یک کدمی نوشته که من 1 سال شد پاسپورت گرفتم اما گرانیتسا گذاشتن نیست نه اومدگیم چی خیلی میشود؟ آیا اکل جون برده آورده ان شاء الله میتونی؟ بله میتونم. اکا السلام علیکم. ما 1 سال شد پاتین نداشتم. ما سنتیابر میگه 1 سال شد پاتین نداشتم رفته اومده میتونم؟ سوال دیگه. بله میتونه. ای سبب بی داکیومنتی همی در راه در ما بوده که همی گشتگی یگونش در ما کن هم از خود 500 هزار تومان از خود میکنم برادرو. خب السلام علیکم. ما خانه خدا را حکیم چخیل برم ده همی اکا علی جان نویس ان شاء الله شما را رقمای حج عمره را میتیه بعد من میپرتویم من چیکار میکنم میگیرم میبرم ان شاء الله خانه خدا هیچ قدر هیچ کا جواب نمیته. خب گرد پلچوم چی همی را بر وقتر نگفتین آدما حال خوان. خب ما ان شاء الله حرکت میکنیم به قدر امکان وعده نمیتیم پروستو بعضی محل دیر میشه آیسته آیسته همین بگایو قطعی اکا علی جان در همین تیم‌ها صحبت کنیم تا مردم چیکار کنه. برادر چی دروغه این اکا علی جان همون بچه‌ها اجازه دارم نشان شو بتین. بله اینا دو درو. السلام علیکم بچه‌ها جاتون داریم اجای خود دکا ای بیش یوم چند سوم اکا وعده داد بعد چند سو برات 17000 دا گفته گیا. ما در سوم وجدی نیست ما همی گرانیت صبریم بیم ما همی سوم در مقصد میتیم تو بی دعوانی باشیم. سلام او عقیب کی بود سه گاب زیسه بود کم دو در لو چند سوم گفته. سلام علیکم اکا بابا جون تنش خوب سلام تخمه شگا اکا جان والله قسم اکرام ما همه رنگ نم بچه‌ها رو بدک میتم. ما گفتم اکای کی را علی جان گفتم که من خیلی پلاجنه ریسکات میکنم میرم چیز شاناشه با اکای علی جان میگه. بله. این تقدیر ای یگان چی نیست که بگه که بینوات ای بودمون شرکت ایت نمیجه تا چیز نشته باشه میره. بله راهگیرا چند سال شده؟ بله راهگیرا 17000 شده. 17000 شده اکای بابا جان تو مردن تا زنده باشی سلامت باشی. خب چی ماشینه اکا؟ ماشین لکسوس ای چه تویوتا چی ماشینه اکا؟ حاجی وزیره در کتل نکیده دتا ماشین 4 کاسه های. ای سببی که تاک ماشین ما برادرو چخیلن که در ویدیو دم ببینیم برادرو این منوی همه شما ما یک ماشین میسو گپ توغری کده نمیتونم بچه‌ها چم میشوه که شما میان نپرمیر لانکوز را در گرانیتسا یا مازدا شای درجه یا ولکسواگن کراولش رفتگی این میسو گای ماشین مایدوش دمینا از اون جمله حاضر دو تا ماشین 4 کاسه در کتل نکیات تا 4 برادر شدگی یا تا گیش 3 کاشتگی یا آدم یا در کوی که روی سفر ده ببرویان. خب اکای بابا جان دکومنتو مهلت داشته میشه بریم بیم. خب اینجا سوال داده که اکای بابا جان دکومنتو مهلت چه بود چیه من برده آورده به خواست خدا میتونه نمیتونه؟ بله برادر جون میتونیم فقط یک چیز برادرو فراموش نکنیم که بسیاری برادرها هستن که میگن که تو را بعد گارانتی برده میتونی. ای برادر جون من رنگ شما در همین مسکن مهاجرم هممون میدونیم که همین این مدت دکمید ایمو کو هیچ کس جواب گفتن نمیتونه.
اما ما سفرگاریم به خود علای مهربون ما همین درای سفر دمی بریم خدا را زوره میکنیم که هم برادرای ما سوق سلامت بریم بگردیم بیم با خرسندی بیان همین برادر یا رفیقش راکشید میگه که فلانی اکر از زنگ بزن میسوگه بهترین انسان یا بهترین وایتلوب دم ما رفتین نغز اومدیم. بله در این سوال خود یک میگم ما هر سال الحمدلله طول 4 5 سالش حج عمره قطعا که حسن برده آوردیم شرکت زمزم میگه تو من گارانتی میتی که ما اوس میام میدرم خونه خدا میگم والله قسم ما گارانتی نمیتیم نو در دوام 4 سال دو نفری ما را گردن یک نفرش یعنی سوده ابن داشت کدام محل آدم کشته یا که دزیده بودم خیلی و یا هم گرانیت محکمش کردن یه روز تاجیکستان شروع کردیم یا تایید 67 تا پیشتی فرشوی داشت 67 تا یعنی همون حج فرمت گرفته رویش کردن نو اصلانیش 1 ساعت 3 ساعت 5 ساعت محکم کردن گذاشتن همچنین همین برادران گفتن که الله خودش با خواست خدا ای پرکتیک کاری خودش اکا الجام گفته شده که همین حالتایی که زلایت‌های کرونا بود یعنی که پیچت فرشی بود حالتی که چند سالش نرفته بود همین حالت‌ها رفته اومدن یگان چه نگردن اما در حالتی که زپره داری دپارتاسیون البته تر میگن روی میکنن باید سیگا فراموش نکرده باشه همه تمسوز باشه پروردگار اگر که همینجا رزق تر تمام کرده مقصد دیگه در مسکو اینونی بابای پوتین مونه میخری با هم خاطر تمام میره تاجیکستان یعنی که نصیب آب دانت کندش این ممنتوجا فراموش نکنه شروینا با هم خاطر اما گارانتی بیتی گارانتی نیست همه چیزی که از پرکتیک خودش رفته ان شاء الله اومدن یعنی که یا هم گرانی ساز شینوسو دارن خب سر همه چیز اکرام گفتن میشه با طرز خودشو میگذرونن میگردونن میارن تو اکو بود اجابت کم پگروز مانتاژ کنه پریود کنه پگای قوم کنن و هم خاطر همه چیز اکرام گفتن میشه با بخواست الله مهربون نمی برادرای اینا در روی اکران دام دیدنشون خداوند نصیب کرده سوق سلامت بروان بگردن بیاین ان شاء الله ابیزت اینا ویدیو میکنیم بوم بگیم ایجا بیور اینا دو در نگاه کن حاجی زلاتای کرونا قرض داره یا قرص دکتر نه 45,000 قرض داره پراسروچ نشیدگی ای یا برادر در موبایل زنگ بزنید پاسپورت نشیدگی پاسپورت پچت فرشی دوره میشه و گذاشته حاضی گفتیم که وقتی میری همه ایت در روی اکران گفتن نمیشه شروع نهر یعنی که پچت فرشی در اوج توغری میکنن میگردیم یا میشه و خلاصا با دبلو نزنیم السلام علیکم اکا از سنگ پتربورگ ماشین دارین نه سنگ پتربورگ نداریم شروع نهر برای گرانیتسا میگن گرانیتسا پسیس همتر شرکت های بواری نیست میگه است برای کوی کاگی مای پیترم اینا برادرها اینا 3 تا 9 841 21 زنگ بزنی میگه اینا داریم 120,000 آدم امنیت کدایش همین راست باشه من نمیدونم اکم چی نه یارو نمیدونم مسئله زلاتای کرونا را تکرار که بارگه خواهش میکنم برادرو اینها از اون جمله اینمی دوداری که در قفو در شیشتگی چند کلاش دودار دونه ایتیدم من 3 سال اوجه za چی گرفتگی خور نما گذاشتم رفتم یکم وقت چند سال قرض داری 38,000 شدگی 38,000 قرض دار شدگی 3 سالای میسول گپ رفته گشته اومده است خور نرفتم دونه کاکای بابا جون قزاقستان میبریم میگه کدام گرانیتساش گرانیتسا حوزه گرانیتسا ساگارچی رفتیم ارنبورگسکی اوبلاست سولیلیس میگن همونجا خوب دوستان عزیز اینا مسئله گرانیتسا باز تکرار میکنم 3 تا 9 821 خوب اینش برادر شخص ثابت کی چی است گرانیتسا میبرم یا 4 5 تا ماشین لانکروزر بدوایمه دارن خاک تعریفش نکنم دبل بزنم با دارم پلس این دوستان عزیز بود ماشین دیگه مایده دارن یعنی کی نمیدونم فولکس واگن بدن که شکودا بدن همین خیلی این رقماشو زنگ بزنی حاضر در هر بگونی از کاتل نکی میبرن میورن ان شاء الله هر بگونی نوشته ای چلابینز دارین بخون اوسپن نکرست اسلام بخشش ای چلابینز برادرو بخشش که در نمرو زنگ میزنین اما ما هم صحبت چیزیم نمیتونیم برداشته بعد همه افیر باشه یا بنویسونین ان شاء الله بیزت نهایی میگیم با تو در واتساپ نوشته در واتساپ خوب نوشته که بابا جان یک برادر دارم 6 سال شد دکومنت نداره گرانی سروا میشه یا نه اما برای یک بار گفتم که همجا چند قپش برای خرسان بدم برادر یکم اوچت علیش کن پاسپورت به خوف میشه و میزنی میره در رفت مول رسخود نمیکنی
ابگو که میبرین میاریم به همین میبریم میاریم پروس درد گایشنیکو من میکنن میسوگا این قدر سوم از خود میکنیم برادر جون. خب جا سوال داده که من شهروندی روسیه ام اما پاسپورت زاگرانش ندارم مرا گذرانده میتونن یا نه؟ زاگرام تاجیکی داشته باشی بله.